چیزی که این شیرینی خوشمزه رو جذابش میکنه آسونیشه. این خمیر هزارلایه که تو اکثر سوپرمارکت ها هستش. بازش کنید، نصفش رو شکر و دارچین فراوون بزنید، نصفه بعدی رو برگردونید، با کاتر یا چاقو برشش بزنید و بعد 2 تا دستتون رو که گرفتین 2 تا پیچ پاپیونی بدین و تموم. بذارینش داخل سینی فر. اصلا به سینی فرتون به روغن و هیچی نیاز نداره. یه دونه تخم مرغ حسابی هم بزنین و با براش حسابی روی شیرینیاتون رو از این تخم مرغ بزنین و بعد شکر و دارچین رو دوباره روش بپاشین. این شیرینی برای اینکه حسابی پف خوبی داشته باشه 2 تا نکته داره، یعنی 2 تا زمان مختلف داره. حتما کپشن رو مطالعه کنید. خیلی هم سریع حاضر میشه، تقریبا 20 دقیقه و بعد میتونید همون لحظه داغ کنار چای و قهوه نوش جان کنید.